به نام حضرت دوست که هر چه دارم از اوست. سلام دوستای خوبم، رفقای عزیزتر از جان. مایا کاظمی هستم، کارشناس ارشد مهاجرت با کوله‌باری از تجربه و دانش در این زمینه در خدمتتون هستم. من اینجام تا به سوالات شما در خصوص مهاجرت پاسخ بدم. خیلیتون از من میپرسین مایا کجا برم؟ کدوم کشور میتونه مقصد خوبی برای من باشه؟ دوستای خوبم، اینکه کجا برم لزوما نمیتونه به شما کمک بکنه که مقصد خوبی رو انتخاب کنید. باید به این فکر کنیم که کجا برای من بهتره، کجا برای من مفیدتر و مناسبتره. من اینجام تا به سوالات شما در این زمینه پاسخ بدم و به شما راهنمایی بکنم. با محتوایی که میذارم بتونید جواب این سوال رو پیدا بکنید و اینکه به این برسیم که کدوم کشور میتونه خدمات بهتری و امکانات بهتری و متناسب با شرایط شما برای شما فراهم بکنید. پس کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و هر هفته منتظر یه محتوای خوب و ارزشمند باشید.